همه حقارت و دشنام های شما گشته با سری ختون میبیامیشینه، گریبانی ختون دا میامیشینه. من تاجیک هستم، من تاجیکی سربلند هستم، من تاجیکی تاجدار هستم. من تاجیک که گردن نمیتم شما دا، پروز گردن نمیتم. گفتی همون داملای مولوی باختری در دل شما که اینم که پاره گوشت کو در دل شما خوک خطی میگم. حاجی دوستمراده که در تمام یوتیوب در تمام جا یا شهرمردی وطن سخن میکنه که شما را سگ اعلان کردگی های. من چیم؟ من تاجیکی سربلندم، برای تاجیکستان جان نمیتم، سرسپرده این وطن این ملت هستم. من گردن نمیتم شما را. سگها. سلام و درود بی پایان با مردم سربلندی تاجیکستان عزیزم. رشته سخن تماما درست کردنی نیستم. خب ویدیو را تماما درست کردنی نیستم. کود تحقیق گفتنی هستم با شما، با او آدمایی که نسبتی من گپای قبیح میگین. ای خیالتون نبروه. باز هم تکرار میکنم که همه پلتفرم یوتیوب تمام دنیا تماشا میکنه. مرا همچون یک تاجیک، همچون یک فرزند مسلمان مرا میشناسن. من از بیگانگان هرگز ننالم، من از بیگانگان هرگز ننالم. هر آنچی بر ما شد از آشنا شد. یگان بیگانه به من کامنتر قبیح نمینیسه. یگان بیگانه مرا گپای پست بلند نمیگه. فقط کی میگه به من؟ فقط هم تاجیکا خودمون میگن. تاجیکایی که در دلشان کینه و کدورت و بدبینی دارن. ابچه تو خیلی کامنتر مینویسی. کامنتر برای دشنام و حقارت نیست. کامنتر فکرای خودت در اونجا بیان میکنی. اوید همو ویدیو شما گوش کو چی قدر حقارت مینویسین. اگر از نقطه نظر اسلام اگر ما قضاوت کنیم، همه حقارت و دشنام های شما گشته با سری ختون میبیامیشینه، گریبانی ختون دا میامیشینه. من کیره حقارت و دشنام کردم شما خود کامنتر قبیح مینویسین. بس کنین. من تاجیک هستم، من تاجیکی سربلند هستم، من تاجیکی تاجدار هستم، من تاجیکی وطندار هستم، من تاجیکی قدیمترین تاریخی تاجیکا هستم. من پروسته که گردن نمیتم شما دا، پروسته گردن نمیتم. اینم خیلی برآمد میکنم. بس کنه کامنتر قبیح نویسوندن. گفتی همون داملای مولوی باختری در دل شما که اینم که پاره گوشت کو در دل شما خوک مردگی، خوک چوجه بروردگی بچه کردگی های. ایزانو میکشین، ایزو بکشین، بم برین خطی هم کمیتر نویسوندگی تون بم برینه ایزانو میکشین. نه که بابشه تکو خدا رحمتی بابی میگفت که درود گفتن نتونه، بیایه همیشه روب نگاهت کنه هیچی گفتت نتونه. اوخی در پست اگر نگه ممبره تلخش میکفه، میسوزه در میگیره، کندالوچک میشه اگر در پست نگه. شما گفتی حاجی دوستمراد، فقط اوجت قطعی میگم. حاجی دوستمراده که در تمام یوتیوب در تمام جا یا شهرمردی وطن سخن میکنه که شما را سگ اعلان کردگی های. این گپی من نیست، گپی انا بلوگری که در تمام دنیا تاجیکستان معرفی میکنه که شما را سگ اعلان کردگی های. هزاران کاروان رفتند و دو بس که نکمی ترقبه. هنوز هم این سگ ها میکنن او سخنی مای سخنی انا مگذشتگان منای. یک چیز دیگه را با دکزتون میکنم. ای ابله ها، ای در دیلتون کینه و کدورت دارین که همین بابا کو انا خیلی گم میزنه. دیدی یا گم میزنم. شما میسوزین در میگیرین، کینه و کدورت دارین، شما کمیتر قبیح مینیسن. من گردن نمیتونم. برای چی گردن نمیتونم؟ مسفید دیوانای، مسفید جرپرای، مسفید جندیای، مسفید چیای؟ من چیم؟ من کیم؟
من تاجیکی سربلندم، برای تاجیکستان جان نمیتم، سرسپرده این وطن این ملت هستم. من گردن نمیتم شما را. سگها هزاران کاروان رفتند و دویدند، هنوز هم این سگها با بنویسین زیر کمتر شما سگین. سگها میکنن او کنین، ولی دکزتون نکنم روم سیاه او کنین. میرزا ترشمزاده را خدا رحمت کنه میگفت بی پول سخنت اثر ندارد، پول نداری گپ به گپ میگذرد. بی پول سخنت اثر ندارد، حالی که تو داری خر ندارد. یگم اشاره کنم، یگم اشارتون کنم اکو، یگم اشارتون کنم. خدا خار زلیل کنه همون انسانه که تاجیکی خودشا پس میزنه، ملتی خودشا پس میزنه، یک مسلمانی خودشا پس میزنه. خدا خار زلیل و شاختون کنه. امرین با روسینه و مکو بس نمیکنه. با ویدیو کنم، با دکزت کنم. شما مثل یعنی کائنات معبد هستین کو، هرچند که حضرت یوسف دکزت میکنه، هرچند که میگه او یک کائنی معبد کو، یک کائنی کال، رنگی تایم تو جوان باشی مثل هوا میشوی، پیر باشی رنگی هوا هستی. هرچند که من شما رو دکزت میکنم شما نمیفهمین. همون کائنات معبدین، پیروای همون کائنات معبدین. زلیخا یاشید میدونه گردن نمیتم مسلمان نمیشود. زلیخا یاشید دعا کرد حضرت یوسف پیغمبر دعا کرد. زلیخا یاشید نمیدونه چیکار کنه. همه ایمان آوردن، تو ایمان نآوردی، تو ایمان نمیاری، برای که تو هم کمیتر قبه نسبتی یعنی بابا انم خیلی کمیتر منویسی. بس که تو بیا قدیم صحبت که گوش کده خیلی بیا خوش شما را سگ اعلان کن. مرا مکه گفتی دوست مرا سگتون اعلان کنم که با هم بکاوم، با هم ویدیویی که هنوز هم این کاروان هزاران کاروان رفتند و دویده، هنوز هم این سگها میکنند او میکنه. شما گپی من نیست، گپی گذشتگانی تاجیکای سربلند هستند. بس کنین خیلی قمه سوزی قدر میگید بابای سریسای بابا را نرفته میگوی این بابا را چکا کنه میگوی این مر با روزته این بمبور نو شگری تک تاجیکم دنیا مرا تماشا میکنه. دنیا فهمیدی تو چی مرا کمیتر قبیه منسی؟ خیلی یگم ملتی دیگه وای بنایسه مرا علم نمیکنه. تو چی مرا پس میزنی؟ تو هرچند پس میزنی پس نزنی. من میگم که او مصفیدای لاق نیستم. فهمیدی؟ من گه میزنم فقط وجود رقم خیلی. برای همی برادرها بیا دوست باشیم، برادر باشیم، در پهلوی همدیگر باشیم. شکرانه الله پاک کنیم که با ما چونین دولت داده، با ما چونین سرورهای غمخوار و دلسوز داده که شب روز در غم این ملت هم، شب روز در غم تنجی آرامی این دولت بیشتاسو هم. شکرانه نمیکنین، شکمت سرشی شکر میکنی. او که خوردی تشنگش کرد الحمدلله خدایا شکرش میگوی. این چی کم بودیه؟ خیلی یا موسیقی برامد بلاگ گرشید برامد کرد. تو به همه حقارت چکم نگیری. گمشینی سگ ما کمیتر کمیزه سگین شما گفتی آجی دوست مراد بای گفی من نیسته آجی دوست مراد اعلان کرده شما رو سگ